دومی که مرحله دومیش نه آهن 16 را کاشت کردیم، آهن 14 بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما بینندگان محترم، دوستداران پروژه بزرگ بند همبستگی سنگجوی لومان. دوستان عزیز، بینندگان محترم، امروز 15 میزان سال 1402 برابر با 7 اکتبر سال 2023 میلادی شما جریان کار بند همبستگی سنگجوی لومان را که در ولسوالی جاغری ولایت غزنی در کشور افغانستان جریان داره و کار میشه مشاهده منین. و دوستان عزیز، این کارم توسط حمایت همه شما بینندگان محترم و کمک مالی خیرین از گوشه گوشه جهان پیش مره. تمام هزینه‌ای که تا شده همهش به کمک خیرین از گوشه گوشه از جهان بوده که ما جهان سپاس و قدردانی منیم از همه شما خیرین. و این نمادی از اتحاد و همدلی مردم افغانستان که مردم افغانستان با اتحاد و همدلی و کمک در راستای آبادی وطن عزیز افغانستان توانستند یک بند بسیار بزرگ و پخته و با معیارهای انجینری و تکنیکی به این سرحد برسنه و امید از که این بند هم یک روز به پای اکمال برسه. دوستان، امروز هم یک فصل جدید از کار بند همبستگی سنگجوی لومان آغاز شده، یعنی کار سنگکاری در ارتفاع 18 متر از طرف جنوب بند آغاز شده. امروز هم به خیر شما را با جزئیات در جریان کارهای امروزی بند همبستگی سنگجوی لومان توسط از گزارش قرار میدین. امیدواریم که ما رو تا آخر از گزارش همراهی. آمادیم دوستان در پالوی مکسر. امروز مکسر یک طرف کاسه بنده فعاله و مکسر دومی که طرف پیش شروع بنده غیر فعال امروز و دلیلش همیه که ارتفاع بند در پای لوله مکسر دومی که همیشه کار میکرد ارتفاع بند بالم ده و دو نفر در یک قسمت کار نه که بخیر دول یا ذخیره بتون را یک مقدار بال بره تا کار به راحتی انجام شده. امروز دوستا تمام ماشینری بند در قسمت انتقال سنگ کار نه که سنگ اگر شما دوستا متوجه داشتین روز پنجشنبه کامل ختم شد. امروز هر دو بینز همراه بیل از سنگ میره و کار خاکبرداری از کاسه بند متوقفه. آمدیم دوستا در بالای کار در یک قسمت دهنه طرف جنوب شمالی ترین دهنه که کار سنگکاریش چند روز قبل جریان داشت و فعلا دول را از یک قسمت خطا دیده و تصمیم میه که
یک مقدار دیگه ارتفاع طول یا ذخیره بتون بالتر نصب شده و این مقدار کار سنگکاری که در این قسمت مانده یک کار بخیر انجام شده. در پیش روخ بندم کار بندکشی در ارتفاع 17 متر فعلا توسط ساتایر جریان داره در این قسمت. و اما ارتفاع 17 متر که کار شده دیگه از پشت سرش کار بندکشی هم جریان داره و ستایر هم کار بندکشی امروز در قسمت ادامه میده. سلام برده شغل بخیر. اما خم دوستا منگرنین کار خدا رو شکر در ارتفاع 18 متر در دهنه دوم جنوب امروز تازه آغاز شده کاری که بخیر این دهنم که 1 متر بال و ارتفاع بند میشه 18 متر از تهدا ببند البته و این روزم توسط استاد نظیف یک قسمت هم کار آغاز شده. کارم در دهنه دوم جنوب دوستان جریان داره در ارتفاع 18 متر و هم توسط دوستا در دهنه سوم جنوب در ارتفاع 17 متر جریان داره و استادکارا در قسمت کار داره. سلام علیکم. شما خدا رو شکر دوستا با کمک همه شما خیرین ارتفاع بند در ارتفاع 17 متر تکمیل شد و فقط این دهنه طرف
جنوب دهنه سوم مانده که این کار میشه توسط دوستا و در دهنه طرف دوم جنوبم در ارتفاع 18 متر امروز کار سنگکاری آغاز شده با امید از که به زودترین وقت این دهنم ختم شده و متر کامل ارتفاع بند 18 متر شده. و در قسمت پایین دوستا خدا را شکر امروز یک کار نو آغاز شده. آمادگی برای نصب دروازه کانال اضطراری که تشکری منم از همه نماینده و قومای مقیم سویدن که در قسمت خرید از دروازه کمک کردن که کارهایش هم در جریانه و در اینجا هم در ساحه هم کارهای که به خاطر نصب دروازه باید انجام شدم امروز آغاز شدم. موریم از پایینم شما در جریان کارها قرار میدید. این کانال دوستا که میگنین کانال و فعلا کارهای جای خود دروازه یا مشیر که قرار خریدارش نه جریان داره. سلام علیکم آقای غلامی اردیش من نشید. شما شمجور بخیر. امروز بخیر یک کار نو را به نظر میاد اینجا آغاز کرد نه؟ توکل به خدا امروز میبینه که دوستان میگرنه ایرا شست شد دیم. دیگه تخته مخته اینجا داشته که از وقت من در ما را پاک کردیم. حال موترایش بریدیم اینیایش هم کاشتی را روزی پنجشنبه دیم. به امید خدای سکونی کانال اضطراری را حال موتورش با قالب شروع نی. خواهیر فقط همین سیخای چند میلی آقای غلامی؟ یعنی فنداسون مثلا ملگردایی که از پای کاشت شدن یا 22 در فاصله 40 کاشت کردیم، 2 شبکه کاشت کردیم. در بین از یک نه 16 را یک سرخم همینطور در دنیا میزنی خون. باز در ردیف دومی که مرحله دومیش نه آهن 16 را کاشت کردیم، آهن 14 در بین از میزنی. ردیف سومی را آهن 16 کاشت کردیم، آهن 14 میلی در بین از میزنی. خب کمرکش و چی خامات با ما چی منظور؟ نه کمرکش اینجا است. کمرکش اینی آهن کمرکش. دروازه رکش وری سکو جورنی. سکو جورنی که دروازه باید روی زی بشینیم. درست. موفق باشین آردشم دوستا. آقای غلامی که یک از استاکاران آرماتور بند هم بستگی سنگجوی لومانه تشریحات داد بلدشیم. یعنی آمادگی به خاطر نصب دروازه کانال اضطراریم آغاز شده. با امید از که به زودترین وقت این دروازه هم باید شیر و نصب شده. به خاطر از که دروازه یا کانال برق شیر داره، یعنی می کانال کسا شیر نداره. اگر این شیر از این نصب نشده دیگه آبگیری نمیشه. انشالله تا زمانی که آبم از بال به این شیر نصب شده و آبگیریش نه و امسال به امید خدا یک مقدار آب زیادی در اینجا جمع خواهد شد. یک از بینندگان از ما پیام دادن که رودخانه آب نداره. دوستا ما همیشه گفتیم اگر ما بیتونیم فقط یک ماه زیاده 20 روز آب از رودخانه را در بهار سال دار بدی، در طول سال مردم از ما از کمابی نجات پیدا نمی‌کنن. قدر آب در اینجا هسته. فقط یک ماه ما بیتونیم آب را دار بدیم ذخیره کنیم دیگه در طول سال کامل مردم از ما از آبش استفاده خواهد کرد و آب زراعتی دیگه نیاز نخواهد بود که در این مقدار آب اینجا وجود داره و 150 کیلومتر این بند سرگاه داره.
قد کاراش توی سالیاقت شما جوره شنده باش. پس آمدیم در پشت سر بند یا در بین طرف کاسه بند که در اینجا کار سنگکاری توسط سالیاقت در ارتفاع 3 متر بالای جال سومی جریان داره و سالیاقت هم کمک منده که بخیر خود را برسنه در طرف شمال و این کار را در ارتفاع 1 متر بالای جال سومی که 3 متر میشه ختم کنه. بینندگان محترم، جریان کار بند همبستگی سنگجوی لومون را مشاهده کنید که کار بندکشی در پیش روی بند در ارتفاع 17 متر جریان داشته و کار سنگکاری در ارتفاع 18 متر از دهنه دوم جنوب امروز آغاز شد و همچنان کار سنگکاری در دهنه سوم جنوب هم جریان داره در پشت سر بند و امور هم کار آمادگی برای نصب دروازه کانال اضطراری کار سکویش جریان داشت که از امروز آغاز شده و همچنان کارهای آرماتوربندی در دیوار برشی کلان جریان داشت و امروز تمام ماشینری بند در قسمت انتقال سنگ کار نه و کار خاکبرداری هم توقفه. تشکر از همه شما خیرینی که همه روزه ما را دنبال منین و کمک مالی منین. با امید از که یک روزی پروژه حیاتی و بنیادی به سرانجام برسه. تا برنامه بعدی شما رو به خداوند یکتا میسپاریم. خداوند یار و مددگار.